بچه داخل یه آشپزخونه یه آپارتمان 161 متری هستیم. آشپزخونه‌ش رو که میبینید پر کابینت، رنگاش هم خیلی قشنگه. یه مطبخ داره که خیلی کاربردی و تمیز با نورگیر مستقیمه. یه تراس هم اینجا داره که میتونه یه انباری خوب برای خانم خونه باشه. فضای سالن رو یه نگاهی با هم بندازیم. این ابتدای ورود به فضای واحده و این سالن بزرگ که 2 دست مبل اینجا چیده شده. این واحد 3 خوابه. بریم فضای خصوصی رو هم ببینیم. شده از فضای پذیرایی. یه خواب خیلی بزرگ با کمد دیواری و نورگیر مستقیم داره که ابعادش فوق‌العاده است. یه خواب کودک اینجا داریم که باز هم نورگیر مستقیم و یه کمد دیواری. بچه اینجا یه اتاق کار خیلی خوبه که دسترسی به تراس داره. این فضای بازی بچه است.